به اطلاع دریافتی 7 عضو بازداشت شده کمیسیون 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از خاروق به دوشنبه فرستادند. سبب تصمیم معلوم نیست. مقامات درباره بازداشت و اتهام ضد آنها چیزی نمیگوید. با کمیش 3 منبع از هم جدا به رادیو آزادی روز 6 میلیون گفتند که این افراد به گرفتن مبلغ‌ها از خارج گمانبر میشوند و در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نگهداری خواهند شد. موقع خود آنها و شخصان نزدیکشان دسترس نیست. رادیو آزادی تا این دم نام 5 نفر آنها را معلوم کرد. فراموز ارگاشوف، حقوقدان و داوطلب کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2020 که نامزدیش ثبت نام نشد، خرسند محمدشایف، برادرزاده روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفت خانم محمدشایف و منوچهر خالق نظرов، مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر و عضو ائتلاف ضد شکنجه، مظفر مبارکشایف، فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان، بختاور بختیاروف، فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان، آخر ماه امسال 13 عضو کمیسیون 44 در خاروق به بازپرسی دعوت شده. بعضی آنها رها ولی قسمی دستگیر گردیدند. آنها را گویا به گرفتن پول از محیدین کبیری، رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، 2 سازمان ممنوع در تاجیکستان، متهم دانستند. مقامات در این باره به طور رسمی چیزی نمیگویند. در گزارش تلویزیون‌های دولتی بعضی ناراضیان را به گرفتن دستور و مبلغ از خارج متهم می‌دانند. مخالفان این را بی اساس و بهانه برای سرکوب ناراضیان و فعالان بدخشان می‌نامند. افراد نزدیک به کمیسیون 44 دریافت مبلغ را از بیرون رد می‌کنند، اما می‌گویند آن را زادگان بدخشان از روسیه فرستادند، نه مخالفین حکومت از اروپا. تنها مهاجران زادگان بدخشان برای داشتن دفتر کاری و تهیه سندهای کمیسیون 44 مدد کردند. آن هم به روبل روسی. حجت بانک هم هست. مردم فقط می‌خواستند که حق به اقدار برسد. کمیسیون 44 نماینده آنها بود. علاوه کرد همصحبت ما. کمیسیون 44 در پی اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان تشکیل شد. به آن اساس فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان شاملند. 6 نفر آنها عضو گروهی هستند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی عبارت بوده حادثه‌های ماه نوامبر سال گذشته را در خاروق تحقیق دارند. تنش‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن افزایش گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابیکوف، یک ساکن روشقلع کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسیون 44 در این حادثه مذاکرات کننده اساسی با مقامات بودند. با میانروی آنها به اعتراض 4 روزه در خاروق خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها ابراز ناراضگی کردند.